ببین مهمترین روز زندگی من آقای سحد روز 26 مرداد سال 1183 این روزی که من اخراج شدم از مدرسه. من از اونجا به دنیا آمدم. ببینید ما عمر میکنیم ولی زندگی کردن یه جایی که تو با اشتیاقی با آرزویی تو دنیا قدم بزنیم. روز 26 مرداد که فرآیند اخراج من طی میشد پدرمو خواستن و مدیرمون شروع کرد موردهای انضباطی رو از بالا خوندن. پدر من گریه کرد توی دفتر مدیر و من برای اولین بار بود که اشک پدرمو میدیدم اونجا. احساس کردم بابام ریخت. غرورش، احساس کردم این مرد حتی یه بارم به من افتخار نکرده، حتی یه بار سرشو نگرفته بالا بگیم پسر من. یه فرآیند اخراج طی شد، پرونده رو بهش دادن و ما رفتیم بیرون. یه آقایی تو مدرسه ما کار میکرد، وقتی میرفتیم بیرون داد زد گفت حاج آقا بگم این بچه تو هیچی نمیشه. این هنوز تو گوش من پژواک داره و بابام فقط منو گرفت و من داشتم نگاش میکردم که چقدر بابام پیر شده. میدونم که چه لحظه عجیبی. خیلی سخت بود. از دفتر اومدیم بیرون، پدرم رفت سر کارش و من از مدرسه